دکترای حقوق فرانسه، دکترای جامعه شناسی، زبان انگلیسی هاروارد، خلبان کویک 747، خلبان فانتوم F14، خلبان شکاری F16، خلبان افتخاری تیم فرشتگان آبی با گروه جت امریکایی برای اولین بار. سهامدار شرکت هواپیمایی F14، 70% سهامدار شرکت بنز گروپ آلمان، سهامدار شرکت هوایی شارلز دیگول فرانسه، سهامدار امریکن اینترسرویس، سهامدار شرکت رویال کو، سهامدار شرکت فیلر امریکا که بعدها تلویزیون شهاب شد. اولین شاه ایران که شاه 60 کشور دیگر در پشت سرش رژه رفتند. بنیانگذار جشن‌های 2500 ساله که نشان تمدن ایران. بزرگترین دارنده هلیکوپتر کبرا بعد از امریکا. بزرگترین سهامدار تانک مرکوری انگلستان. دارای ارتش زمینی هوایی دریایی 5 دنیا. ژاندارم خاورمیانه و خاورمیانه. هیچ کشور عربی حد فروش 1 لیتر نفت بدون اجازه شاهنشاه را نداشت. ایران دریادار خلیج فارس و تنگه هرمز پیروز 96 ساعته با عراق و گرفتن 6 کیلومتر مربع از پدرزن صدام. رئیس اوپک به همراه امریکا دارنده بزرگترین ورزشگاه به نام آریامهر